سلام، به ولاگ من خوش اومدین. ما تصمیم گرفتیم جمعه بریم جاده ماسوله. اینجا شبش محمد جوجه رو مزه‌دار کرد و صبحش هم زدیم بیرون. آخ نگم براتون، از هوای رشت، آسمون آبی، هوا خنک، خیلی خوب بود. رفتیم کوه و جنگل رو رد کردیم و رسیدیم به باغ چایی فومن. یه تیکه از بهشت بود. این سبزی چایی و آبی آسمون وای خیلی قشنگ بود. حتما بیاین سر بزنین اگه اومدین گیلا. دیگه من گیر دادم که بریم تو عکس بگیریم. وای داستانی داشتیم، یعنی ما دیوارش بلند بود، من نمیتونستم رد بشم. محمد منو بلندم کرد، منو گذاشت زمین، لباسش کثیف شد. نزدیک بود دعوامون بشه. مامانم نگران بود بیفتم. لیلو کله ملق نشی ها، صفر میگی پادا. خب بپر قول بزن. اینجا محمد مثل یوز پلنگ از رو دیوار پرید پایین. به منم میگفت تو هم بپر، ولی خب من نمیتونست. بعدش دیدم حیف از این بهشت زیبا عکس نگیریم. به محمد گفتم بیا 2 تا عکس ازت بگیرم. گرفتم و اونم حدود 2-3 ساعت داشت از من عکس میگرفت. خانوما میفهمن من چی میگم. دیگه وقتی دیدم عکسام خوب شده دل کندم و اومدیم بریم که غذا بخوریم. حسابی گشتمون شده بود. بین چه حسی داشت؟ این حرکت عجیب پایکوبی محمد هم واسه اینه که گلا رو با خودش نیاره تو ماشین. از اونجایی که این باغ چای مخملی خیلی خوشگل بود یه فیلم دیگه هم گرفتم. راه افتادیم و قرار شد یه جای مناسب پیدا کنیم و کمپ بزنیم. اولین جایی که اوکی بود وایسادیم و خدا رو شکر مامانم با خودش چای آورده بود. هوا خیلی سرد بود، افتضاح. خلاصه چای خورما خوردیم و محمد رفت آتیش کرد و جوجه ها رو گذاشت. اینجا هم یه یادی از خاطرات کردیم. کی میدونه اینجا کجای مرغه؟ خیلی چرب و لذیذ البته. اگه میدونه تو کامنت ها بهم بگه. بچه قبول داریم بوی کباب از خودش خوشمزه تره؟ من که عاشقشم. جاتون خالی، خیلی چسبید تو اون هوای سرد و پاییزی. نهار که خوردیم محمد رفت چوب آماده کنه واسه آتیش. آخه خیلی هوا سرد بود، ولی از اون طرف هم توی این هوای پاییزی چوبا همشون خیس بودن. این وسط مزدای دوست کوچولو قرمز هم اومده بود پیش ما. واسش کاهو گذاشتیم، کفش که نازی بود. به سختی محمد آتیش رو روشن کرد. یه چای آتیشی خوردیم. یه دونه عکس جاده‌ای هم من گرفتم. اینم عکس چوباه. میبینین همشون خزه دارن. جاتون خالی بود، خیلی خوش گذشت. اینم مامان خوشگلمه. چای کنار آتیش واقعا میچسبه. اینقدر هوا سرد بود من رفتم کلی لباس پوشیدم رو لباسم، ولی محمد همچنان با تیشرت بود. اگه تا اینجا این ولاگ همراه هم بودی خوشحال میشم نظرت تو کامنت ها بهم بگی. یکم اونجا موندیم و هوا که سرد شد راه افتادیم به سمت رشت تا توی ترافیک گیر نکنیم. حالا که تا آخر ولاگم همراه من بودی خیلی خوشحال میشم که سابسکرایبم کنی و لایک هم کنی تا من انرژی بگیرم بازم ولاگ بذارم.